مثال 167 از الگبر در اینجا مدل داریم، مدل ریشه دار. این سوال رو چیکار کار میکنیم؟ برای این سوال کار کنم عینیت رو باید دانیم. کدام عینیت رو؟ بیاین در اینجا نویسم. از سوال به سوال ایوه شدنش ممکن، یعنی با پلوسش شدنش ممکن، یا اینکه با مینوس. مینوس 2ab جمع b کوادرات. این همون سوال در بسیار طلبات دیدیم. شما میتونید یک بار در همین جای خودش کوادرات گرفته میتونید. برای چی کار داریم؟ از ریشه خلاص شدن و در آخر x رو یافتن. مقصد کار همین است. یا اینکه یکی از ریشه ها رو به طرف راست میگیریم با عدد و بعد کوادرات میگیریم. این راه بسیارتر برای طلبان آسان تر است. نمیدونم برای چی. ممکن وقتی ریشه ها رو در اینجا کوادرات میگیرم در این ریشه کوادراتی میشد، ممکن برای همون بسیار ifade آمیخته میشن. جدا کردن قیمتر مشکلتر ممکن باید باشد. بیاین همون راه رو نشون دهم به شما. یعنی چی ما میگفتیم؟ ریشه دارم 5x جمع 6 و دوم ifade رو به طرف راست میگیرم. یعنی این چی میشه؟ 3 جمع 3x minus 5. و بعد این رو کردن چیکار میکنم؟ هر طرف رو کوادراتش رو میگیرم. یعنی این متد است. این رو باید دانیم. همیشه باید کار کنیم. ممکن دیگر رو باشد. بیاین چی میشه؟ کوادرات میروم. چی میموند؟ 5x جمع 6 و اینجا 3 جمع، یعنی این عینیت رو استفاده میبرم. چی میشه؟ 9 جمع 6 3x minus 5 جمع 3x minus 5 و بعد این همه ifade های به ریشه دار رو به یک طرف جمع کنم، ریشه دار رو به دیگر طرف راست کنم. بیاین طرف چپ جمع کنم و یک به یک نویسم برای فهموندن. 5x جمع 6 minus 3x جمع 5 و minus 9. در طرف راست چی میموند؟ 6 3x minus 5. و اکنون این طرف رو ساده کنیم. البته چی میشود؟ 2x میموند و از عددها چی میموند؟ 11 جمع 2 میموند و در طرف راست بود 6 3x minus 5. اکنون یا کنید همون مدلی که دو تا ریشه دارد یک تا ریشه دارد کمتر آسان‌تر شد. و برای اینو کار کنم باز همون راه رو استفاده میبریم. یعنی هر دو طرف رو به کوادرات میگیریم. هر طرف رو به کوادرات میگیریم و در اینجا میبینیم چی میموند. بیاین دیگر رنگ رو انتخاب کنم. بعدی اون در اینجا کار کنم. چی میشود؟ طرف چپ 4x کوادرات جمع 8x جمع 4. طرف راست باشد باید دقت کنیم. 36 ضرب 3x minus 5. 6 رو کوادراتش میکنم، اینه که 3x minus 5 ریشش میرود. و این چیکار میکنم؟ طرف راست رو قوضه میکنم و به طرف چپ جمع میکنم همه ifade رو و مدلی کوادراتی میشود. بیایم کنیم 4x کوادرات جمع 8x جمع 4 برابر است به 108x minus 180. عدد رو کم شدم. بیاین اکنون 4x کوادرات 180 به طرف minus 100x میشود جمع 184. عدد رو کم شدم. ساده کرده میتونیم. همش رو نگاه کنیم. ضرب 4 دارد. همه ifade رو به 4 تقسیم کنیم. چی میشود؟ یا که خیلی فکر کرده میتونیم. 4 اقاز بیرون میکنم. x کوادرات minus 25x اینجا چه میشود؟ 46 جمع 46 160. درست. اکنون من همین دو نقطه باید حساب کنم. x رو کمتر بود ساده تر شد. چی میشود؟ میتونید شما با ضرب شوندو جدا کنید یا اینکه دیسکریمیناتور استفاده بردن خیلی عددهای کلان میشه در این ریشه. برای همین با ضرب شوندو جدا کردن آسان تر است
منطقی ضربشمندو جدا کنید چی هست؟ یعنی x کвадрат که هست شما 46 داریم، یعنی دو عدد باید یابیم که ضربشون 46 لیکن جمع یا فرق بین اونها مینوس 25 باشد. یعنی x میموند. ممکن در اول مشکل تر باشد. این مینوس 23 و مینوس 2 برابر 9 شد. یعنی چون اینجا تاثیر نمیکنه. یعنی اگر باور نکنید خواص رو شده میتونیم و میبینیم که همین ایفاده رو به دست میگیریم. و بعد این چی میابیم؟ کینو میشد x برابر 23 یا اینکه x برابر 2. ریشه رو یافتیم. سوال چی میپرسد از ما؟ فاصله جمع ریشه مدل رو بگن 23 و 2 یافتیم. جمع آنها با ما چی میده؟ 25 میده.